شروین حاجی‌پور با مجوز برگشت و علی کریمی منفجر شد. بعد از 3 سال ممنوع‌الکاری، شروین حاجی‌پور مجوز وزارت ارشاد جمهوری اسلامی رو گرفت و آهنگ جدیدش من ایرانه رو منتشر کرد. آهنگی که در نیم ساعت اول بازدید میلیونی گرفت. اما همین مجوز همه چیز رو عوض کرد. عده‌ای گفتن شروین دیگه خواننده اعتراضی نیست. گفتن وقتی از همان سیستمی که متهم به سرکوب است مجوز میگیری، دیگر صدای مردم محسوب نمیشوی. در مقابل طرفدارانش گفتند او تحت فشارهای امنیتی بوده و فقط میخواسته زندان نرود و در ایران بماند. ماجرا وقتی داغ‌تر شد که علی کریمی وارد شد. او با انتشار عکس شروین حاجی‌پور در کنار بشیر بی‌آزار نوشت: هر کسی این بی‌هنر را استوری کند آنفالو و بلاک می‌شود. بشیر بی‌آزار چهره رسانه‌ای نزدیک به جریان‌های حامی جمهوری اسلامی که سابقه اخراج از فرانسه رو هم داره. حالا فضای مجازی کاملا دو دسته شده. بعضیا میگویند شروین هنوز صدای مردمه و بعضیا معتقدن بعد از گرفتن مجوز دیگر یک خواننده معترض نیست. به نظر تو حق با کدوم طرفه؟